میدونستی که سبز فقط یه رنگ نیست و توی جلد کتابا یه پیامی داره؟ نشون دهنده جنگله و توی قصه های فانتزی که توی جنگل اتفاق میفته ما رنگ سبز رو داریم. همینطور رنگ سبز یه آرامش و تعادل خاصی میده. پس یه سری از کتاب های روانشناسی یا توسعه فردی هم میتونه با سبز نشون داده بشه تا حس حال اینو بده که دلت سبز، روزگارت عالی و یه تعادلی با خودت و دنیای خودت داشته باشی. همچنین کتابای سبز میتونن درباره طبیعت، گیاهان و موجوداتی که توی زمین باشه هستن. البته که همیشه رنگ‌های جلدها به معنی خاصی نیستن. بعضی وقتا فقط ناشرا اونا رو چاپ میکنن. اما بخوایم منطق گرافیستی و زیبایی شناسی هنری بخوایم بهش نگاه کنیم، رنگ سبز نشانه تراوت، آرامش و هماهنگیه. شما چی فکر میکنید؟